درود، من نیکانگ کسر هستم در واشنگتن دی سی. با برنامه دیگر از مجموعه ایرانیستاز با شما هستیم. جمعه بعد از ظهر سومین و آخرین مناظره تلویزیونی میان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. همونطور که اشاره شد، برخی از مؤسسات اعتباری غیر مجاز در دولت قبل به وجود آمدند که برخی از وقت ما رو در این دولت 11 همین گرفت که چجوری اینا رو اصلاح بکنیم، چجوری پول مردم رو بهشون برگردونیم، چه اقداماتی انجام بدیم. کار زیادی که برای همین بانکی که مربوط به دستگاه آقای رئیسی اینها میشه میزان، چه تلاش زیادی شد برای اینکه ما بتونیم اون مشکلات رو حل بکنیم. من در مصاحبه قبل اعلام کردم که یک بار برای همیشه یک مناظره ای رو تلویزیون بگذاره بین جناب آقای روحانی و مسئولین دولت قبل، تمامش کنن. هر چی سوال میکنید میگن دولت قبل. تمامش کنن این بحث رو، واقعا مردم بتونن تصمیم بگیرن. شما ببینید در همه دلالت‌های حرفای آقای جهانگیری و آقای روحانی هم میگن قبل اینطور بوده. ما اصلا بحثمون از قبل، خب یه وقت بدید تمومش کنین قصر. دومی که آقای روحانی اشاره میکنن که ما برای کشاورزی این کار رو بعد از این در دولت بعد خواهیم کرد. جناب آقای روحانی چرا همین دولت نکردید؟ آدم بعد 4 سال دوباره قول میده که من 4 سال دیگه میخوام این کارو بکنم. شما اعلام کردید که 100 روز بعد از تشکیلات دولت بعد من گزارشی خواهم داد نسبت به این اقدامات. خب 100 روز دیگه شما وقت دارید برای این دولت، همین توی دولت شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیسی تا حالا چند بار گفتن که خوبه بین دولت فعلی و دولت گذشته مناظره بشه. خب با خود آقای رئیسی مناظره کنیم، چون همه اون افراد دولت قبل الان تو ستاد ایشون هستن دیگه، همونا هم برایشون برنامه می‌نویسن. اینا اب نداره، ما با آقای رئیسی حاضریم. ما شاهدیم که وضعیت فقر در این دولت با سیاست‌هایی که داشته بیشتر شده. طبق اعلام مسئولین رسمی دارم عرض میکنم، یعنی 23% امروز شده 33%. منابعی که در رابطه معرفی میشه، شما آب رو، برق رو، نفت رو، نفت گاز، بنزین، بسیاری حاملهای انرژی گرون شد. یعنی 40,000 میلیارد تومان تبدیل شد به 70,000 میلیارد تومان. قانون هدفمند کردن هم میگه که یارانه ها رو باید گرفت به خود مردم داد. قوه قضاییه، دستگاه نظارتی، شما که تو بازرسی کل کشور بودید، شما چیکار کردید؟ تو اون دولت که نفت داده شد به یک آدم فاسد، شما چیکار کردید؟ تو همین تامین اجتماعی که یکی از دوستان قضایی شما بود رفت اونجا و بسیاری از مفاسد، همون نفت هم از همون تامین اجتماعی شروع شد مفاسدش. و الان 3.8 حالا 2.7 بوده ولی با سود 3.8 میلیارد پول مردم معلوم نیست کجاست. با امضای کیا بود؟ کیا این کار رو کردن؟ بعضی از اونها رو الان آقای رئیسی کاملا میشناسه، به هر حال ایشون تو بازرسی بوده، تو قوه قضاییه بوده. آقای روحانی، واقعا وقتی میگیم دولت قبل، از نظر بنده و این مردم دولت قبل جنابعالی 4 سال بودید و تو این 4 سال امروز باید بگید چه کردید. بعد 4 سال هم مجددا در این وعده میدید. هیچ اصلاحی در امورات بانکی صورت نگرفت، شفافیت صورت نگرفت، جریان نقدینگی را به 3 برابر افزایش دادید. به سمت تولید نتیجه بیکاری چی شده؟ با این همه 3 برابر نقدینگی مردم نگاه کنید، از 10% به 12.4% خونه هست که امروز بیکار نباشه. چون وام رو دادن به افراد خاص. ما معتقدیم درختی که در 4 سال میوه نده بعد هم ثمر نمیده. واقعا این نظام بانکداری ما از نقاط ضعف دولته. حالا اقلا یه برنامه بدید آقای روحانی برای اصلاحش. بعضی از دولتمندان شما در بانک‌ها شریک هستن، اشاره کردن، هم آقای جهانگیری هم آقای قالیباف. اینو چیکار میخواد بکنید شما آخه؟ امروز کسانی که میخوان تولید کار کنن، مثل کارخانه‌داران ما، سرمایه گذاران ما، امروز اینها واقعا تحت فشارن. تحت فشار همون بحثایی که از قبل کردیم، مثل کالای قاچاق و ارز، یا صادرات در حقیقت یا واردات غیر رویه‌ای که در کشور میاد. چجوری میخواد شما استفاده کنید؟ من خدمت آقای جهانگیری عرض کردم در جلسه مجمع، بابا بیاید فکر کنید که از این پول درست استفاده کنید. هم تو برای رأی آوردن فقط ما پخش کنید بین مردم، ببینید سر انتخابات. درسته آخه این کار؟ در این مناظره بیشترین حمله از سوی نامزدها در ارتباط با فساد به همدیگه انجام گرفت.
در همین ارتباط با همکارم فریبرز سروش در مونترال گفتگو میکنم. فریبرز، چه مسائلی در این مناظره بیشتر جلب نظر میکرد؟ نامزدها مشخصا اعضای خانواده یکدیگر رو متهم به این کردن که از رانت‌های دولتی استفاده کردند و اقدام به قاچاق کالا از بیش از 114 درگاه غیر مجاز ورود کالا به کشور استفاده کردند و بخش عظیمی از فساد اقتصادی کشور ناشی از همین رانت‌های به کلان هست. مشخصا حسین فریدون به این موضوع متهم شد، برادر آقای جهانگیری به این موضوع متهم شد و اینکه وزرای دولت آقای روحانی، وزیر آموزش پرورش آقای آشتیانی، دختر ایشون در قاچاق کالا دست داشتن و این اتهامات سنگینی بود که آقای قالیباف مطرح کرد. آقای رئیسی بهش دامن زد و به نوعی اینها توپ رو توی زمین روحانی و جهانگیری میانداختن و اونها رو سعی داشتن در قالب دفاعی فرو ببرن. اما در عوض روحانی همونطور که از 3 سخنرانی قبل شروع کرده بود حالت تهاجمیش لحظه به لحظه بیشتر اوج گرفت، حتی در جمع‌بندی صحبت‌هاش عصبانی شد نسبت به آقای قالیباف و اتهاماتی که آقای قالیباف و آقای روحانی، خانواده آقای روحانی و همینطور اعضای کابینه آقای روحانی وارد کرده بود. و البته از مردانگی سخن گفت و اینکه در سال 84 پرونده آقای قالیباف رو نکرد، وگرنه آقای قالیباف احتمالاً الان اینجا به عنوان در حقیقت نامزد انتخاباتی ننشسته بود. و نکته جالب این است که آقای روحانی تیم انتخاباتیش معمولاً تکه کلام‌هایی رو از نامزد مقابل میگیره و اون رو تبدیل به یک اصطلاحاً ساوند بایت میکنه و ازش استفاده میکنه. مثلا در سال 92 از حملات گازنبوری استفاده کرد، این دفعه از لوله کردن در حقیقت دانشجویان به وسیله آقای قالیباف صحبت 3-2-1 و این بار از لوله کردن دانشجویان به وسیله نیروهای امنیتی و انتظامی زیر نظر قالیباف سخن گفت و سعی کرد که بحث سرکوب رو متوجه طرف مقابل بکنه. اما نکته جالب برای من این هست که بحث رساله دکترای آقای روحانی مطرح نشد در این انتخابات در 3-2-1. اما نکته‌ای که برای من شخصا جذاب بود این بود که کار به بحث درباره مدرک دانشگاهی آقای روحانی نرسید. درسته؟ علیرغم همه انتظارهایی که داشتیم، یعنی ما به عنوان ناظر انتظار داشتیم که حداقل آقای قالیباف همونطوری که در مناظره‌های قبلی هم نشون داده بود اهل حمله کردن هست، به این موضوع اشاره بکنه، اما اشاره نکرد به این موضوع. در عوض 2 بار به زمین 800 متری آقای روحانی اشاره کرد که به ثمن بخت گرفته و از رانت استفاده کرده. من چون بد اخلاقی شد اینجا، ای که من به جناب عالی گفتم شما عالی دروغ گفتین، چون دروغ گفتید این رو من حتما این 2200 میلیارد رو شما باید جواب بدید و املاک نجومی رو، چون آقای روحانی هم گفتن هم جناب عالی بردید از این رانت املاک نجومی، هم شخص آقای روحانی. شما تو این شهر زمین گرفتید توی شهرک غرب متر 3000 تومان، 800 متر. بله. زمین گرفتید 385 متر 140,000 تومان. بعد میان تهمت به بقیه میزنید. نه، حتما شما اینطوری رشد اقتصادی نمیتونید بدین تا فساد جمع نشه، مشکل حل نخواهد شد. متاسفانه یکی از اقدامات بدی که افتاد در دولت گذشته این بود که سفره مردم کوچک شد. طبق آمار رسمی کشور سفره روستاها 35% کوچکتر شد، سفره شهری‌ها 25%. نتیجه سیاست‌های غلط بود. جناب آقای جهانگیری، ما اگر بحث 4% را میگیم به همین دلیله که چرا مبارزه با قاچاق کالا نمیشه. اولین شرط مبارزه پیشگیریه. وقتی که در یک دولتی بعضی از اعضای دولتش و مدیرانش که اقتصاد دستشون هست، در حینی که یک کارگر حقوقش 800,000 تومانه، حالا اخیراً یه مقدار افزایش پیدا کرده، عقب ماندگی حقوق پیدا میکنه، ولی وزرای اونجا پایه‌گذار حقوقای نجومی میشن، مثل خود جناب عالی که در دوره وزارت پاداشای چند میلیاردی
هم تصویب میکنید برای خودتون، هم میدین به همکارانتون. آقای روحانی اشاره لوله کردن رو مطرح کرد که مربوط میشه به زمانی که آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و آقای قالیباف رئیس نیروی انتظامی بود و قصد داشتن در سالگرد 18 تیر دانشجوها رو سرکوب بکنن که ظاهرا آقای قالیباف در جلسه شورای عالی امنیت ملی از واژه لوله کردن دانشجوها استفاده کرد که همین واژه در مناظره مستمسکی شد برای آقای روحانی و بگه که اگر من مردانگی نکرده بودم و پرونده شما رو ارائه می کردم به شورای عالی امنیت ملی، شما الان اینجا نبودی و دانشگاه های ما پر از لوله بود. آقای قالیباف از این منظر عصبانی شد. وامای کوچیک شما میخواد بدید مردم، کلی مصیبت درست میکنید. وامای بزرگ رو راحت در اختیار قانون میدید. چرا؟ چون توش زد و بند هست. این راهی درستی نیستش. اصلاحات میخواد اینا. به کشاورز بنده خدای روستایی میگید که برو از شهر یک وثیقه پیدا کن واسه من بیار. این درسته واقعا؟ راجع به خام فروشی، این یه سیاست جدی اقتصاد مقاومتی است. من فرمانده اقتصاد مقاومتی هستم. اتفاقا این مسئولیت هم آقای مقام معظم رهبری گفتن ما با آقای رئیس جمهور توافق کردیم که جناب عالی این مسئولیت داشته باشه، چون هم مورد قبول آقای رئیس جمهوری هم مورد اعتماد من. قرار ما بر این نبود که افزایش صادرات نفت خام داشته باشیم. این که میفرمایید بله مخازن مشترک، منم متوجه هستم مخازن مشترک چیست. هفته پیشم عرض کردم سستی ما در سیاست خارجی که ابدا نخواستیم بشینیم با کشور عراق، با کشور قطر مذاکره کنیم که برادرها این مخازن مشترک ماست، چرا باید به تاراج بدیم به نفع کسانی که بدخواه ما هستند؟ شما اینو تعبیر میکنید به اینکه ما باید زودتر مخازن خودمون خالی بکنیم، بعد وصلش میکنیم به فرماندهی. این چه فرماندهیه؟ این سستیه جناب آقای جهانگیری. آیا از برجامی که اینقدر شما سنگشو به سینه میزنید درست استفاده کردید برای اینکه بتوانید به نفع بازرگانی خارجی کار بکنید؟ چرا اشاره بهش نکردید؟ برای اینکه هیچ کاری نکردید. اگر بانکی تخلف کرده، مسئول بانک شما این در دولت برخورد کنید. هر بانکی هست، من جمله بانک گردشگری برادر خودتونه برخورد کنید. ما گلهای خندانیم، فرزندان ایرانیم. ما سرزمین خود را مانند جان می‌دانیم. ما باید دانا باشیم، هوشیار و بینا باشیم. از بهر حفظ ایران باید توانا باشیم. آباد باش ای ایران، آزاد باش ای ایران. از ما فرزندان خود دلشاد باش ای ایران. من دوست داشتم نوه 6 ساله خودم رو می آوردم که عیناً نشون بدم برای اونها باید ما کار بکنیم و میراثمون برای اونها باشه.